امروز قرار که این اگزو با هم شکاریش کنیم. بس بزن بریم. لیتس گو. 3 تا روش میخوایم روش امتحان کنیم و 3 تا روش هم به نظرم مثبته. شما اولین روش رو میاین از اینجا اگزو برش میزنیم و 2 تا پرده های داخلش رو برمیداریم. دومین روش شما میاین اینجا به اصطلاح یه دونه خفه کنه انقدی داره و موتورهای 2 زمانه هم اکثرشون دارن و اینو برداری صدای مثبتی داره. من خودم همین کارو کردم و در آخر ویدیو قراره تستم بدم. سومین راه کار شما بیاین از اینجا کلا قوطی رو بردارین و این دریچه خروجی هوندا 200 میشه و از اونم یکم هم بزرگتر میشه و این صدای مثبتی داره اینم و بریم یه تست صدا هم داشته باشیم. حاجی باورم نمیشه، پشمام ریخته. چه صدایی! اصلا انتظار نداشتم که با یه دستکاری خیلی اصلا دستکاری هم نمیشه گفت، خیلی صداش خفن شد. این ایزوز قهرمانی ها شد. اصلا صداش خیلی خفن در اومد. اصلا انتظارش نداشتم. خودم هم کرکوپرام ریخته. و دوستان قراره که تا چند روز آینده باک این موتور عوض بشه و دیگه با نارنجی باید خداحافظی کرد، چون نارنجی به دلم زیاد ننشست و به خاطر سوراخی اون باک مشکی رفتم همینو گرفتم و قراره عوضش کنم دوباره. و اون باکم قراره که تو ویدیو بعدی یعنی چند روز دیگه آپلود میشه، یه رنگی هم بخوره و خیلی وسکی بره بالای موتور. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. بای.